با عرض سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان. به کانال سوئدیا خوش اومدید و در این قسمت فصل جدیدی از آموزش گواهینامه رانندگی سوئدی رو به زبان فارسی آغاز میکنیم. همونطور که مستحضرید از 3 سال پیش ما آموزش‌های مختلفی رو در این کانال ارائه کردیم و تا به امروز تعداد زیادی از افراد فارسی و دری زبان موفق شدن از طریق کانال سوئدی ها در آزمون‌های عملی و تئوری به قبولی برسند و این خبر رو در کامنتاشون با ما به اشتراک بذارند تا ما هم از این اتفاق خوش لذت ببریم. همونطور که مستحضرین دریافت گواهینامه سوئدی یک قدم بزرگ و یک موفقیت مهم در این کشوره و میتونه درهای جدیدی رو به سمت فرصت‌های شغلی و اجتماعی جدید باز کنه. اما رسیدن به گواهینامه سوئدی چالش‌هایی رو هم به همراه داره و ما از روز اول در این کانال سعی کردیم این چالش‌ها رو کمتر کنیم و با طراحی سوال‌های دقیق و بررسی نکات عملی این بستر رو فراهم کردیم تا همه شما عزیزان بتونید به راحتی در آزمون به قبولی برسید. همونطور که از ابتدا وعده داده بودیم تا تغییرات رو خدمتتون عرض کنیم، زمانش رسیده بود تا با یک بروزرسانی ویدیوهای قدیمی رو از کانال حذف کنیم و به جای اون به سوالهای جدیدتر بپردازیم و از همه مهمتر در لابلای سوالها نکات مهمی رو بهش اشاره کنیم تا این بستر برای شما فراهم بشه که مطالب رو عمیق و دقیق بیاموزید تا با تغییرات سوالها در آزمون به مشکل برنخورید. پس اگه دوست داشتین که از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید میتونید با سابسکرایب کردن کانال این موقعیت رو برای خودتون فراهم کنید. در این فصل هم در هر قسمت به 10 سوال میپردازیم و سوال آخر رو شما باید پاسخ بدید. البته اگه نکته مهم و قابل اشاره‌ای در بین سوالات بود حتما در بین سوالها اون موضوع رو تشریح خواهیم کرد و توضیحات کافی رو خدمتتون عرض میکنیم. فارغ از نمونه سوالات آزمون ما ویدیوهای عملی هم داریم و به آموزش عملی هم پرداختیم که پلیلیست این ویدیو رو میتونید در ادامه و در انتهای ویدیو ملاحظه کنید و از طریق اون بخش به موارد مهمی مثل قانون سمت راست، قانون تابلوی ایست، نحوه رانندگی در میدانها و اولین سوالی که در آزمون عملی از شما پرسیده خواهد شد دسترسی پیدا کنید. در کنار این دو آموزش ما به موضوعات دیگری هم پرداختیم که میتونید این موارد رو از طریق کانال دریافت کنید که دیدن این ویدیوها بهتون کمک میکنه تا آمادگیتون قبل از آزمون بیشتر بشه. اگر هم هنوز موفق نشدید در آزمون تئوری به قبولی برسید میتونید با تهیه بسته 619 سوال آمادگی خودتون رو بالاتر ببرید و از طریق برگه خودآزمایی که در این بسته قرار داده شده آمادگی خودتون رو قبل از آزمون بسنجید. شما میتونید از طریق لینک زیر یا از طریق متنی که در قسمت توضیحات ارائه شده به این بسته دسترسی پیدا کنید. همچنین اگه دوست داشتید از کانال ما حمایت کنید میتونید از طریق لینکی که در قسمت توضیحات قرار داده شده این لطف رو انجام بدید. حالا بریم تا با 10 سوال قسمت اول آشنا بشیم که سوال 10 رو شما باید بهش پاسخ بدیم. سوال اول: آیا کیفیت ترمز خودرو می تواند بر فاصله واکنش تاثیرگذار باشد؟ برای مثال اگر خودرویی ترمز ABS داشته باشد. A بله، B خیر. گزینه صحیح گزینه دوم B خیر. دوستان عزیز، تنها عاملی که بر فاصله واکنش تأثیر میذاره میزان آمادگی راننده در حین رانندگیه و به غیر از خود راننده عامل دیگه‌ای نمیتونه بر فاصله واکنش تأثیر بذاره. اما اگه به جای فاصله واکنش در سوال بیان میشد که آیا کیفیت ترمز خودرو میتواند بر فاصله ترمز تاثیرگذار باشد، جواب کاملا متفاوت میشد و گزینه A درست میشد،
چون که عوامل مختلفی بر فاصله ترمز تأثیر میذارن که یکی از اون عوامل ترمزها هستن. ترمز ABS به خاطر سیستمی که داره میتونه فاصله ترمز رو کمتر کنه، اما هیچ تأثیری بر فاصله واکنش انسان نمیذاره. حتی میزان تازگی یا کهنه بودن لاستیک ها، وزن خودرو، لغزنده یا خشک بودن جاده ها و حتی سرعت خودرو هم نمیتونه بر فاصله واکنش تأثیر بذاره، چون همه این عواملی که خدمتتون عرض شد بر انسان تأثیر نمیذاره. نکته‌ای که اینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که ما اول باید سوال رو به خوبی درک کنیم و پس از اون تک تک گزینه‌ها رو بخونیم و درست‌ترین گزینه رو انتخاب کنیم. اگه فردی در این سوال به جای فاصله واکنش فاصله ترمز رو مد نظر قرار میداد، بدون شک گزینه اشتباهی رو انتخاب میکرد. پس حتما سوال رو به دقت مطالعه کنید و پس از خوندن همه گزینه‌ها درست‌ترین گزینه رو انتخاب کنید. سوال دوم، بیش فرمانی یعنی چه؟ A. وقتی خودرو در پیچ‌ها بیش از حدی که ما فرمان را میچرخانیم میچرخد، چون کشش در چرخ‌های جلو به نسبت بدتر از چرخ‌های عقب است. B. وقتی خودرو در پیچ‌ها بیش از حدی که ما فرمان را میچرخانیم میچرخد، چون کشش در چرخ‌های عقب به نسبت بدتر از چرخ‌های جلو است. C. وقتی خودرو در پیچ‌ها کمتر از حدی که ما فرمان را میچرخانیم میچرخد، چون کشش در چرخ‌های عقب به نسبت بدتر از چرخ‌های جلو است. گزینه صحیح گزینه دوم، وقتی خودرو در پیچ‌ها بیش از حدی که ما فرمان را میچرخانیم میچرخند، چون کشش در چرخ‌های عقب به نسبت بدتر از چرخ‌های جلو است. همونطور که متوجه شدین، بیش فرمانی به حالتی گفته میشه که ما در پیچ‌ها وقتی فرمانمون رو میچرخونیم احساس میکنیم که خودرو بیشتر از چرخش فرمان داره میچرخه. عوامل مختلفی هستند که بر بیش فرمانی تأثیر میذارن که این موضوع به عقب خودرو برمیگرده. اگه در عقب خودرو ما لاستیک‌های فرسوده داشته باشیم یا بار سنگین داشته باشیم یا اگه واگنی به خودرو نصب کرده باشیم، همچنین اگه شتاب ناگهانی بگیریم در مورد خودروهایی که دیفرانسیل عقب هستند و یا در مسیری رانندگی کنیم که سطح جاده لغزنده است و لاستیک‌های عقب روی آب سر می‌خورند. این مثال هایی که خدمتتون عرض شد میتونه بر بیش فرمانی خودرو تأثیر بذاره. سوال سوم، آیا شرکت بیمه اجازه دارد مبلغ پرداخت شده به خاطر آسیبی که به وسیله نقلیه شما پرداخت شده را بازپس گیرد؟ A. بله. B. بله، اما این موضوع به نوع بیمه وسیله نقلیه من بستگی خواهد داشت. C. بله، اگر تصادف از عقب خودرو باشد. D. خیر، شرکت بیمه اجازه چنین کاری را ندارد و در صورت مشاهده این کار اجازه دارم از آن شرکت شکایت کنم. گزینه صحیح گزینه اول A. بله. دوستان عزیز، در حالت عادی شرکت بیمه اجازه این کار رو نداره که هزینه پرداخت شده رو بابت خسارتی که به وسایل نقلیه پرداخت کرده رو بازپس بگیره، چون ما وسایل نقلیه خودمون رو بیمه میکنیم برای همچین موقعیتی. اما موارد استثنایی هم وجود داره که شرکت بیمه حق این کار رو داره. یکی از اون موارد اینه که اگه فردی الکل نوشیده باشه و در زمانی که الکل نوشیده بود تصادفی بکنه و سپس شرکت بیمه متوجه این قضیه بشه، میتونه این مبلغ رو پس بگیره. حتی در مواقعی هم افرادی که خسته هستن و تشخیص داده بشه که در حین خستگی رانندگی کردن و پس از اون تصادف کنن، باز هم شرکت بیمه اجازه بازپسگیری مبلغ رو خواهد داشت.
سوال چهارم، مفهوم این تابلو چیست؟ A. پارک کردن و ایستادن در این مکان ممنوع است. B. پارک کردن در روزهای زوج ممنوع خواهد بود. C. پارک کردن در روزهای فرد مقابل خانه هایی که پلاک آنها فرد است ممنوع خواهد بود. D. در زمان مشاهده این تابلو مقررات پارک در روزهای زوج و فرد اعمال خواهد شد. گزینه صحیح گزینه دوم B. پارک کردن در روزهای زوج ممنوع خواهد بود. در زمانی که همچین تابلویی رو ملاحظه می کنید که وسطش 2 خط سفید داره، نشان دهنده روزهای زوجه، یعنی پارک کردن در روزهای زوج ممنوع خواهد بود. اگه خط وسط 1 خط بود، در اون زمان پارک کردن در روزهای فرد ممنوع می شد. سوال پنجم، در زمان مشاهده این تابلو مقررات پارک چگونه خواهد بود؟ A. اجازه داریم در روزهای عادی هفته حد اکثر 24 ساعت به صورت رایگان در این منطقه پارک کنیم. B. اگر در یک روز تعطیل در این مکان پارک کنیم، زمان 24 ساعته پارک رایگان از روز کاری بعدی حساب می شود. C. اگر روز شنبه ساعت 10 در این مکان پارک کنیم، باید روز یک شنبه ساعت 10 خودروی خود را از این مکان منتقل کنیم. D. گزینه های A و B صحیح هستند. گزینه صحیح گزینه آخر D. گزینه های A و B صحیح هستند. همونطور که خدمتتون عرض کردیم، ما اول باید سوال رو به خوبی مطالعه کنیم و پس از اینکه تمامی گزینه ها رو مطالعه کردیم انتخاب کنیم که کدوم گزینه درست تره. برای مثال در همین سوال اگه شما عجله کنید و در آزمون گزینه 1 رو که گزینه درستی هست رو انتخاب کنید، بدون شک 1 نمره رو از دست میدین، چون که گزینه B هم گزینه درستیه و در این حالت گزینه A و B گزینه های درستی هستند که در نهایت ما باید گزینه D رو انتخاب میکردیم. هدف از طرح این نوع سوال ها هم اینه که شما یک تجربه مشابه آزمون رو قبل از امتحان اصلی تجربه کرده باشین و از این طریق بتونید با آمادگی بهتری سراغ آزمون برید. در مورد تابلوی پارک، شما هر موقع این تابلو رو ملاحظه کردین اجازه دارین که 24 ساعت در روزهای عادی هفته در این منطقه پارک کنید، همونطور که گزینه A به این نکته اشاره کرد. اما اگه در یک روز تعطیل در این مکان پارک کردین، زمان 24 ساعته از روز کاری بعدی محاسبه میشه، یعنی میتونید زمان بیشتری رو در این منطقه پارک کنید، همونطور که گزینه B به این مورد اشاره کرد. اما گزینه C گزینه اشتباهیه، چون که اشاره به این میکنه که اگه روز شنبه ساعت 10 در این مکان پارک کردیم، باید روز یک شنبه خودروی خودمون رو منتقل کنیم که این قضیه کاملا اشتباهه، چون روز یک شنبه هم یک روز تعطیله و در این روزهای تعطیل مثل شنبه و یک شنبه و همچنین روزهای تعطیل دیگه و روزهای قبل از تعطیلات این 24 ساعت محاسبه نمیشه و شما اجازه دارید وسیله نقلیه خودتون رو در این منطقه پارک کنید و از روز کاری بعدی 24 ساعت رو محاسبه کنید. برای مثال اگه روز سه‌شنبه یک روز تعطیل نبود، ما اگه ساعت 12 خودروی خودمون رو پارک کردیم، باید روز چهارشنبه ساعت 12 خودروی خودمون رو منتقل کنیم، البته اگه روز چهارشنبه روز تعطیل نبود. یا اگه وسیله خودمون رو ساعت 10 صبح در روز یک شنبه در این منطقه پارک کنیم، باید خودروی خودمون رو قبل از نیمه شب دوشنبه از این منطقه منتقل کنیم. سوال ششم،
کدام گزینه اجازه دارد در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها تردد کند؟ A. دوچرخه و موتورسیکلت سبک. B. تراکتور. C. جرثقیل. D. هیچ کدام از گزینه‌های بالا اجازه تردد در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها را نخواهند داشت. گزینه صحیح گزینه سوم C. جرثقیل. دوستان عزیز، همونطور که مستحضرین، عابرین پیاده اجازه ندارن که در زمان مشاهده این دو تابلو که نشان دهنده بزرگراه و آزادراه هست تردد کنند. فارغ از اون، دوچرخه سواران و حتی موتورهای سیکلت سبک هم اجازه این کار رو ندارن. تراکتورها هم اجازه چنین کاری رو ندارن. اما در مواردی خاص جرثقیل‌ها اجازه این رو دارن که در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها تردد کنند. سوال هفتم: در کدام شکل شما به یک تقاطع راه آهن نزدیکتر هستید؟ A. شکل 1 B. شکل 2 C. شکل 3 گزینه صحیح گزینه اول A. شکل 1. هر وقت با همچین علائمی مواجه شدید بدونید که به سمت یک تقاطع راه آهن در حال رانندگی هستید. شما روی این علامت مستطیل‌های کجی رو ملاحظه می‌کنید که قرمز رنگ هستند. هر چقدر تعداد این علامت‌های قرمز کمتر بشن نشون دهنده اینه که ما به این تقاطع راه آهن نزدیک‌تریم. یعنی در شکل 3 ما در دورترین فاصله به یک تقاطع راه آهن هستیم. اما در شکل 1 که این مستطیل کج به یک عدد کاهش پیدا میکنه نشون دهنده اینه که ما در نزدیکی به یک تقاطع قرار داریم و باید با ایمنی بیشتری رانندگی کنیم. سوال هشتم: در کدام گزینه پارک کردن غیر مجاز است؟ A. پارک کردن 10 متر قبل و 10 متر بعد از تقاطع ممنوع است. B. پارک کردن 10 متر قبل از گذرگاه عابر پیاده ممنوع است. C. پارک کردن 10 متر قبل از محل عبور دوچرخه یا مسیر عبور دوچرخه ممنوع است. D. در همه گزینه‌های بالا پارک کردن غیر مجاز است. گزینه صحیح گزینه آخر D. در همه گزینه‌های بالا پارک کردن غیر مجاز است. سوال نهم: عابری که لباسش بازتابنده دارد از چه فاصله‌ای با نور بالا در هوای تاریک قابل مشاهده خواهد بود؟ A. حدود 200 تا 250 متر. B. حدود 300 تا 350 متر. C. حدود 400 تا 450 متر. D. حدود 500 تا 550 متر. گزینه صحیح گزینه سوم C. حدود 400 تا 450 متر. سوال پایانی یعنی سوال دهم که شما باید بهش پاسخ بدین. 10. این حالت پلیس چه فرمانی را مشخص می کند؟ A. باید توقف کنم. B. باید سرعت خود را کم کنم. C. پلیس مسدود بودن مسیر را مشخص می کند. D. باید به سمت جلو برانم. لطفاً گزینه‌ای که فکر می کنید صحیح هست رو در قسمت کامنت برای ما بنویسین
و پس از اون ما بررسی میکنیم که آیا پاسخ شما درست بوده یا خیر و برای شما این موضوع رو خواهیم نوشت. دوستان عزیز، صمیمانه از همراهی شما سپاسگزاریم. اگه دوست داشتید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید، میتونید با سابسکرایب کردن کانال این بستر رو برای خودتون فراهم کنید. همچنین میتونید با معرفی ما به دوستا و آشناهاتون به افراد دیگه هم کمک کنید تا در آزمونهای پیش رو به موفقیت برسند. اگر هم قصد خرید بسته 619 سوال رو داشتید، میتونید از طریق لینک زیر اقدام کنید و این بسته رو دریافت کنید. همچنین اگه دوست داشتید از کانال ما حمایت کنید، میتونید از طریق لینکی که در قسمت توضیحات قرار داده شده این لطف رو انجام بدید. با آرزوی بهترین ها برای همه شما عزیزان، بدرود.